به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. سرزمین پاکیزه و شیرین گیاهش به فرمان پروردگار می روید، اما سرزمین های بدطینت و شورزار جز گیاه ناچیز و بی ارزش از آن نمی روید. این گونه آیات خود را برای آنها که شکر گزارند بیان می کنیم. ما نوح را به سوی قومش فرستادیم. او به آنان گفت: ای قوم من، تنها خداوند یگانه را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست، و اگر غیر او را عبادت کنید من بر شما از عذاب روز بزرگی می ترسم. ولی اشراف قومش به او گفتند: ما تو را در گمراهی آشکاری می بینیم. گفت: ای قوم من، هیچ گونه گمراهی در من نیست، ولی من فرستاده ای از جانب پروردگار جهانیانم. رسالت‌های پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و خیرخواه شما هستم و از خداوند چیزهایی می دانم که شما نمی دانید. آیا تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از میان شما به شما برسد تا از عواقب اعمال خلاف بیمتان دهد و در پرتو این دستور پرهیزگاری پیشه کنید و شاید مشمول رحمت الهی گردید؟ اما سرانجام او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند رهایی بخشیدیم و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم، چه این که آنها گروهی نابینا و کوردل بودند. و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم. گفت: ای قوم من، تنها خدا را پرستش کنید که جز او معبودی برای شما نیست،